به ما همیشه گفتن کمبود آهن باعث ضعف جسمانی میشه. ولی شاید دلیل این که نمیتونیم کارامون رو تمام کنیم، جمله رو تا وسطش میگیم آخرش رو یادمون میره و حواس پرتی داریم، کمبود آهن باشه، نه خنگی و بی برنامگی. اینو همه میدونیم که آهن مسئول ساختن هموگلوبینه. هموگلوبین همون پروتئینی که اکسیژن روش میشینه و به همه عضلات و سلول ها و ارگانهای مختلف میرسه. پس منطقیه اگر هموگلوبین کمی داشته باشیم، اکسیژن کمتری هم به مغز میرسه. پس عملکرد مغزم میتونه به هم بریزه. حواست باشه به خاطر خونریزی دوران پریود یا رژیم‌های محدود کننده‌ای که بین خانم‌ها رایج تره، خانم‌های بیشتری از کم‌خونی رنج میبرن. مصرف مواد غذایی پروتئین دار مثل گوشت، تخم مرغ، شیر، عدس و این قبیل غذاها میتونه به کاهش کمبود آهن و در نتیجه عملکرد بهتر مغز کمک کنه. پس اگه زود خسته میشی، تمرکزت کمه، همیشه بیحالی و خواب‌آلود هستی، آزمایش خون بده و اگه آهنت کم بود بیشتر روی تغذیه آهندارت متمرکز شو. من صدفم، اینجا ارگوساده و اگه دلت این تیپ اطلاعات مغزی میخواد، پره. پس چنلمو فالو کن.